الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب بحث و گفتگویمان رسید به یک نقطه بسیار بسیار مهم و آن این که از آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز هست یا جایز نیست. عرض کردیم برای تحقیق در یک موضوع ابتدا ما موضوع مطرح میشه، اقوال، ادله اقوال، بعد قول مختار رو بیان میکنیم. پس موضوع بحث ما از دیروز و انشاءالله تا چند روز آینده اینه: هل یجوز تقلید المتجزی ام لا؟ آیا تقلید از مجتهد متجزی همانند تقلید از مجتهد مطلق جایز هست یا جایز نمی باشد؟ دیروز عرض کردیم فی المسئله 5 اقوال، در مسئله 5 قول وجود دارد. خب آقای فیاض 5 قول رو بفرما، 2 تا رو شما بگید، 3 تا رو آقای سیتقی بگه. بله حالا فرق نداره، 5 تا قول بوده. پنجوری شاید گفتم این که کسی که حالا متجزی باشه اگر کسی رو استنباط باشد و اعلم باشد، در این صورت میگن که ما میتونیم مثلا از اون تقلید کنیم. ولی اگه مساوی باشد یا اون مجتهد مطلق اعلم باشد نمیتونیم از مجتهد متجزی تقلید کنیم. خب آسای تقی شما بعضی اقوال دیگر رو بگو. یه قول چهارم بود که اگر مجتهد متجزی یعنی عارف به احکام هست، مستقلیدش یعنی اگر عارف به احکام مثلا برون ثابت داره میشه، تقلیدش جایز است، اما فتوا از اون ثابت نشده یا شده پس عارف نفرمایید، فرمود که کسی که فتوا داده باشد از او تقلید جایزه، اما فقط قدرت استنباط داره ولی هنوز استنباط نکرده، تقلید از او جایز نیست. این قول دوم. پس قول اول اینی که لا یجوز تقلید المجتهد المتجزی مطلقا. این قول اول بود. قول دوم یعنی میاد همه 3 تا قول که هست اخیر، 4 تا اخیری میاد ضمن همه تفسیر، قول به تفسیر است. گاهی میگن که اگر عالم باشد تقلید جایز است، بعد میگن که نه مساوی اگر باشه امکان رجوع هست، بعد میگن اگر کثیر الاستنباط هست جایز است، بعد میگن اگر فتوا داده جایز است، اگر قوت داره فقط جایز نیست. بله بسیار خوب. اما قول اول که فرمود تقلید از مجتهد متجزی لا یجوز مطلقا گفتیم در برابر اون 4 قول به تفصیله. اولا ببینیم گوینده های این قول کیا ها هستن، باشون قدری آشنا بشیم. مرحوم آخوند خراسانی
میفرماد تقلید از مجتهد متجزی مشکل است. بله، تقلید از مجتهد متجزی مشکل است. مرحوم سید محمد بحرالعلوم در کتاب الاجتهاد و اصوله و احکامه صفحه 134 حضرت آیت الله مکارم شیرازی در انوار الاصول جلد سوم صفحه 616 میرزای قومی در قوانین الاصول جلد دوم صفحه 136 مرحوم محمد سعید حکیم فرزند حضرت آیت الله العظمی سید محسن حکیم در کتاب المحکم فی اصول الفقه جلد ششم صفحه 295 مرحوم آقا ضیای عراقی در نهایت الاحکام جلد 4 صفحه 224 و مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه در یکی از دو قولش یعنی در مصباح الاصول صفحه 442 میگه تقلید جایز نیست، ولی در تنقی فی شرح العروه جلد 1 صفحه 228 میگوید تقلید جایز است و دیگران. پس میخوام بگم که این قول اول اینجور نیست که صرف احتمال باشه، نه، قائلا داره که تقلید از مجتهد متجزی لا یجوز مطلقا. خب به محضر این بزرگواران زانوی ادب میزنیم و از اونا سوال میکنیم ما دلیل علی ذالک، دلیل شما بر این مسئله چیست؟ اینا چند تا دلیل دارن. دلیل اولشون کتابه، دلیل دومشون سنته، دلیل سوم اونها دلیل لبیه یعنی اجماع. خب باید اول فرمایشاتشون رو بشنویم، بعد اگر نقدی به نظر میرسه این نقد رو هم بیان میکنیم. اما کتاب، نسبت به کتاب به 2 آیه استدلال کردن. آیه اول سوره نحل آیه 34 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کیفیت استدلال به آیه شریفه این است که اولا این آیه
مفادش آن است که اگر میخواهید عالم بشوید از اهل علم بفرمایید سوال کنید. اهل الذکر در عرف عارف بالاحکام است. عارف بالاحکام است یعنی مجتهد مطلق. مجتهد مطلق این اولا. پس میگن آیه ظهور عرفی دارد به کی؟ مجتهد مطلق. میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میگن اهل الذکر به عرف مراجعه بکنیم. بله اهل الذکر رو میگه کسی که دانا به همه مسائل. فاسألوا مخاطبش کیه؟ یعنی هر کسی که جاهل هستید تو همه زمینها از کی سوال کنید؟ از اهل الذکر. پس معلومه که وقتی می تو همه زمینهایی که ما جهل داریم مکلفیم از اهل الذکر سوال بکنیم. پس اون اهل الذکری که اطلاع از همه مسائل داشته باشه. اونی که اطلاع از همه مسائل داره چیه؟ مجتهد مطلق می باشه. و ثانیاً برفرض اهل الذکر ظهور در متجزی و مطلق داشته باشد و دوران امر باشد بین مطلق و متجزی بنا به حکم عقل. آقای حمیدی دقت کنید. بنا به حکم عقل مجتهد مطلق متعین است. مجتهد مطلق متعین است و دلیل این تعین هم اشتغال است. دلیل این تعین هم بفهمید اشتغال است. به این معنا اگر من از متجزی سوال کنم نمیدانم قول او برایم حجت است یا حجت نیست. آیا قول او رافع جهل هست یا رافع جهل نیست؟ میگن اشتغال یقینی براعت چی میخواد؟ یقینی میخواد. کی براعت یقینی حاصل میشه؟ اگر سوال از مجتهد مطلق بشه. دقت فرمودید؟ میگه فلانی مجتهد، فلانی نیمچه مجتهده. من از مجتهد اگر سوال بکنم دیگه اطمینان خاطر پیدا میکنم، اما از نیمچه مجتهد من اگر سوال بکنم او ته دل من هنوز شک داره که واقعا حرفش درست یا حجت هست یا حجت نیست. پس دو تا ادعا کردن. یک، اهل الذکر عرفاً بفرمایید عرفاً فقط مجتهد مطلق رو میگیره. ثانیاً اگر هم بگیم هر دو میشه دوران امر است بین مطلق و متجزی. قتل متعین و متیقن کیه؟ مطلقه. خیال آدم چیه؟ راحته. میگه اصلا چرا اصلا روزه شکدار بگیری بری از مجتهد متجزی تقلید کنی؟ برو از مجتهد مطلق تقلید بکن که خیالت راحته. میگه پس آیه شریفه داره ما را رهنمون میسازه به تقلید از مجتهد مطلق. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب
این منبع را میتونید جهت اطلاع بیشتر به کتاب القول الرشید، القول الرشید فی الاجتهاد و تقلید، جلد 1 صفحه 431 سید عادل علوی، سید عادل علوی. خب البته نظر همین افرادی که گفتیم که تمسک به آیه کردن، ایشون خلاصه نظر بزرگواران رو از آیه شریفه این گونه بیان کرده. خب ببینیم این تمسک به آیه فاسألوا اهل الذکر برای این که تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست، درست یا درست نمی باشه. نقد دلیل. اولا خیلی مهمه، اولا آیه هیچ ارتباطی به باب تقلید ندارد و آیه مربوط به اعتقادات است. چیزی جدید الان داریم میشنویم. بله اصلا از بیخ و از ریشه داریم استدلال به آیه رو میزنیم که آقایون اصلا این آیه ربطی به محل بحث ما نداره. بحث ما در رابطه با جواز و عدم جواز تقلید که جزء فروع دین میشه، اما آیه مربوط به اصول اعتقادات میشه. پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. توضیح مطلب یادداشت بفرمایید. به چه دلیل آیه مربوط به اعتقادات است؟ این رفقا قولی که از اساتید ما میفرمود که اجتهاد تو گذر خان نیست که برادم کیلویی بخره مجتهد بشه. اجتهاد اینه که انسان ذره ذره در آیات و روایات باید دقت بکنه تا انشاءالله خدا اون قوه به ملکه اجتهاد به آدم بده. الان تو این آیه عنایت کنید، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم بله لا تعلمون. درست شد؟ چطور این آیه مربوط به اعتقادات ربطی به بحث تقلید نداره؟ یادداشت بفرمایید. ذیل آیه شریفه سوال میفرماید ان کنتم لا تعلمون. هدف از سؤال از اهل ذکر حصول علم و اطمینان است. بله میگه اگر لا تعلمون، اگر علم ندارید برید از اهل ذکر سوال کنیم. آقای جعفری از اهل ذکر سوال کنیم برای چی؟ علم حاصل بشه دیگه. چون میگه ان کنتم لا تعلمون، اگر علم ندارید از اهل ذکر سوال کنید تا علم حاصل بشه. پس هدف از سوال از اهل ذکر چیه؟ حصول علمی باشد. یادداشت کنید حصول علم و اطمینان در باب اعتقادات لازم است. ولی در باب تقلید تعبد به فتوای مجتهد کافی است. هرچند مقلد علم و اطمینان به فتوای مجتهد نداشته باشد.
نمیدونم دکتر رسوندم یا نه. شما در اصول اعتقاد میگید تقلید جایز نیست، خودت باید بری تحقیق کنی تا به علم و یقین برسی. درست شد؟ آیا همین دار میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. درست شده؟ آیا در باب تقلید شما میرید سوال میکنید از مجتهد تا به علم برسید؟ نه، فتوای مجتهد رو باز میکنه، هر چی این گفته عمل میکنید. درست شد؟ پس در باب تقلید بودمنسه، یعنی لزومی ندارد مقلد علم به فتوای مجتهد پیدا بکنن، نه علم به صدور. علم صدور درسته اما جهتش را لازم نیست. اما در اعتقادات نه، میگه اگر علم و اطمینان نداری فاسألوا اهل الذکر. درست شد؟ این اولا. پس آیه مربوط به اعتقادات ربط به باب تقلید ندارد. این اولا. ثانیا اشکال دوم، ثانیا بفرمایید. بله، علم وجدانی نداره در تفسیر، ولی علم تعبدی هست. حتی اینجا دارد این علم وجدانی است. علم و یقین وجدانی نه، در باب تقلید شما همین قدر که مطمئن به صدور فتوا باشی کافی است. اما آیا آنچرا که اونها میگویند وجهش چیه، به چه دلیل این فتوا را داده، اصلا اینها مربوط به مقلد نیست. اما در باب اعتقادات نه، در باب اعتقادات خود شما باید به قطع و یقین، یعنی اگر به شما میگن که چرا خدا یکیست، با دلیل بیارید. میگه من یقین دارم که خدا واحد است. در باب معاد شما اندلیلن به یک مسئله میرسید. دقت کردید؟ پس اصلا این آیه ربطی به بحث تقلید ندارد. اینا میتونید در تنقیح مرحوم آقای خویی مفصل این آیه که میفرماید این کنتم لا تعلمون، این آیه که میفرماید این کنتم لا تعلمون، بله آیه این که هر دو علم را میگیره، چه علم تعبدی نداری، عرض میکنم این فاسألوا اهل الذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این لا تعلمون میگه باید سوال بکنید تا به علم و یقین برسید. در باب تقلید شما سوال نمی کنید. آقا جان گوش بده، در باب تقلید شما از مرجع تقلیدتون سوال میکنید تا به علم و یقین برسید، یا همین که مطمئنی که این فتوای مرجعی شماست شما به این فتوا عمل میکنید؟ بله، همین که دو نفر شهادت بدن این فتوای مرجع تقلید شما به این فتوا عمل میکنید. اما اینجا میگه سوال بکن تا به درجه یقین برسه. اصلا در باب تقلید اصلا این مسائل مطرح نیست. اما ثانیاً اطلاع بفرمایید. اما ثانیاً شما مدعی شدید که آیه ظهور عرفی دارد به سؤال از مجتهد مطلق. قائلین به جواز تقلید از متجزی هم در استدلال به این آیه شریفه تمسک به ظهور عرفی میکنن. بله، تمسک به ظهور عرفی میکنن. میگویند اهل ذکر
ظهور دارد در عموم، اهل ذکر ظهور دارد در عموم، اهم از این که مجتهد مطلق باشد یا مجتهد بفرمایید متجزی باشد. آقا فاسألوا اهل ذکر، آیا مجتهد متجزی در همون محدوده‌ای که اطلاع دارد اهل ذکر صدق میکند یا نمیکند؟ بله؟ فاسألوا اهل ذکر. پس شما هم مدعی هستید که آیه ظهور عرفی دارد در مجتهد مطلق فقط، اما کسانی که قائل به جواز تقلید از مجتهد متجزی هستن میگن نه خیر، این آیه ظهور در چی داره؟ اعم دارد. فاسألوا اهل ذکر. این اهل ذکر میخواد مجتهد مطلق باشن یا مجتهد بفرمایید متجزی باشه، و به نظر من این ظهور عرفی که اینا ادعا میکنن اقوا باشد از ظهور عرفی که این قول ادعا کرده است. اینم ثانیاً. البته این جواب دوم ما بر فرض این که از اشکال اول ما چا کنیم؟ غمزه این بکنیم، بگیم نه، آیه شامل بحث تقلید هم می شود، یعنی مختص فقط به اصول اعتقادات نیست. اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم این جواب رو میگیم. ثالثاً شما تمسک کردید به قاعده اشتغال، یعنی در دوران امر بین مجتهد مطلق و متجزی مطلق تعین دارد. چرا؟ فرمودید که اگر از متجزی سوال شود از جواب متجزی یقین حاصل نمی شود. اشتغال یقینی براءت بفرمایید یقینی میخواد. کی یقین حاصل میشه؟ اگر از مجتهد مطلق سوال کنه. پاسخ ما این است که اصلا جای تمسک به قاعده اشتغال بفرمایید هست یا نیست؟ جای تمسک به قاعده اشتغال نیست. موضوع قاعده اشتغال جهل است. حالا آیه همین دیگه، فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اما وقتی مقلد رجوع به اهل ذکر کند و سوال کند و مطابق جواب اهل ذکر عمل کند، قاعده اشتغال دیگه موضوع بفرمایید دارد یا ندارد؟ موضوع ندارد. خب وقتی شما از مجتهد متجزی سوال کردید که همون مسئله‌ای که ایشون تخصص دارد، آیا رفع جهل ازت میشه یا نمیشه؟ بله؟ رفع جهل دیگه اصلا موضوع عوض میشه. اشتغال کی بوده؟ وقتی من جهل داشتم، هنوز به اهل ذکر رجوع نکردم. وقتی به اهل ذکر رجوع کردم و جواب اهل ذکر را دریافت کردم و طبق این جواب عمل کردم، دیگه ذمه من چیه؟ بفرمایید بری می شود.
بله؟ پس موضوع اشتغال قبل از رجوع به اهل ذکر، اما بعد از رجوع به اهل ذکر دیگه اشتغال معنا نداره. پس بنابراین تمسک به آیه شریفه برای عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی ناقص می باشد. اما آیه دومی که بهش استدلال کردن آیه نفر است. آیه نفر فلولا نفر من کل فرقة طائفة بله لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا. مدعی هستند این آیه مربوط به باب تفقه در دین است و مربوط به باب تقلید است. لیتفقه فی الدین یعنی فقیه در همه مسائل دین شده باشد. در این صورت اگر فقیه در دین انذار کرد قبول انذارش واجب است. قبول انذارش واجب است. درست شد؟ لیتفقهوا بفرمایید فی الدین یعنی فقیه در دین باشد. فقیه در دین یعنی مجتهد مطلق. این فقیهی که مجتهد مطلق است لینذروا قومهم اذا رجعوا اگر برگشت انذار قوم کرده قومم باید قبول انذارش رو بکنن. دقت فرمودید؟ پس این آیه نفر میگوید قبول انذار کی واجبه؟ مجتهد مطلق. ربطی به مجتهد متجزی ندارد. درست شد؟ این هم آیه دومی که به اون استدلال کردن مبنی بر این که تقلید از مجتهد متجزی جایز. مطلب روشنه؟ آیه نفر میگوید یه عده برن فقیه در دین بشن لیتفقهوا فی الدین. وقتی برگشتن انذار کنن یعنی فتوا بدن. وقتی این فقیه در دین انذار کرد بر مقلدین لازم است قبول انذار بکنن. پس آیه میگوید لیتفقهوا فی الدین. درست شد؟ حالا بفرمایید. چرا؟ لیتفقهوا دقت تا مثلا فقیه در چی بشن؟ دین بشن. فقط احکام نیست، عقاید. خیلی خوب، علاوه بر شما بفرمایید علاوه بر خود عقاید احکام رو هم میگیره. ولی حالا اگه احکام رو میگیره میگه فقیه در چی بشه؟ دین بشه. به همون قدری که علم بده بگیره همون قدری. نه آیه میگه لیتفقهوا فی الدین. الدین بابا الدین یعنی همه دین، الف لام داره. لیتفقهوا فی الدین. پس آیه میگه کسی که فقیه در دین شده است، بله فقیه در دین شده است، او اگر انذار بکند قبول انذارش واجب می باشد. این خلاصه است. پاسخ ما قبول داریم آیه نفر مربوط به باب تقلید است
یعنی اون اشکال اولی که به اون آیه اهل ذکر کردیم اینجا نمی کنیم. و قبول هم داریم فقیه در دین ظهور در همه احکام دارد، ولی آیه مفهوم ندارد. آیه مفهوم بفرمایید ندارد. به این آیه میگه اگر کسی همه دین را یاد گرفت ازش چا کنید؟ تقلید کنید. درست شد؟ بله آیه میگه این، اما مفهومش این نیست که اگر کسی بعض احکام دین را یاد گرفت از او تقلید نکنه. ادامه بدید. آیه مفهوم ندارد که اگر کسی بخشی از احکام را یاد گرفت و انذار کرد قبول انذارش واجب نباشد، چون اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. درست شده؟ اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. مثلا یکی بیاد بگه علماء نحو را اکرام بکنید، معنیش نیست که علمای قرآن صرف اکرام نکنیم. میگه اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. درست شده؟ پس گرچه آیه میگه لیتفقهوا فی، میگه اگر کسی که این بیان دیگر میگه، آیه میگه اگر کسی که عالم به همه دین است انذار بکند قبول انذارش واجبه. نمیخواد بگید که اگر کسی بخشی از دین را یاد گرفت به انذار کرد قبول انذارش واجب نیست. میگه آقا من گفتم کسی مجتهد مطلقه، تقلید از مجتهد مطلق اشکالی بفرمایید. معنای حرف نیست که تقلید از مجتهد متجزی چی داره؟ بفرمایید. مثلا شما از من سوال 2 نفرم میگه آقا تقلید از این آقا اشکال دارد، من به شما میگم تقلید از این آقا بلا، شما میتونید بگید پس منظورش اینه که تقلید از این آقا چی داره؟ اشکال داره. من حرف من اینه آقا در یک شهری 5 تا فقیه هستن، شما از من سوال میکنید آیا تقلید از زید جایزه جایز نیست؟ من میگم تقلید از زید بلا اشکاله. معناش اینه که تقلید از اون 4 نفر اشکال داره. گرفتی مطلب رو؟ آیه میخواد بگه آقا تقلید از مجتهد مطلق اشکالی ندارد، قبول انذار مجتهد مطلق چیه؟ واجبه. اما معناش این نیست که قبول انذار مجتهد متجزی جایز نیست. چرا؟ چون آیه مفهوم ندارد، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. تم الکلام در استدلال به آیه. پس 2 آیه را آقایون آوردن بر این که تقلید از متجزی جایز نیست. یک آیه فاسألوا اهل الذکر، آیه سوال، دیگری آیه نفی. آیه سوال رو گفتیم که اصلا ربطی به بحث ندارد، علا فرض هم باشه 2 تا اشکال داشت. آیه نفی گرچه مربوط به بحث ما می شود ولی مفهوم ندارد. اما دلیل ثانی، اما دلیل دوم، دلیل دوم عبارت است از سنت. بله عبارت از سنت. اولین روایتی که به او استدلال شده است مقبوله عمر بن حنظله هست. مقبوله عمر بن حنظله است. فقط امروز یک مطلب رو میگه، بحث میذاریم برای فردا. این روایت گرچه از نظر سند ضعیف است به خاطر
عدم توثیق عمر ابن حنظله، چون عمر ابن حنظله در کتب رجالی توثیق نشده. ولکن از نظر دلالت مورد قبول فقها واقع شده است. چون مقبول فقها واقع شده است، به همین جهت به این روایت میگویند مقبوله عمر ابن حنظله. این بچه تصمیه رو میخواستم بگم. چرا بهش میگن مقبوله یا عمر ابن حنظله؟ چرا نمیگیم روایت عمر ابن حنظله؟ بله، از وقتی که رسائل داشتیم میخوندیم و مکاسب و فلان با این روایت کن مقبوله عمر ابن، هیچ وقت نمیگن روایت عمر ابن حنظله. درست شده؟ پس چون ضعف سندی دارد ولکن از نظر دلالت مورد قبول و پذیرش فقها واقع شده، مقبول واقع شده، به این روایت میگن مقبوله عمر ابن حنظله. انشاءالله اصل این روایت کیفیت استدلال به این روایت برای اینکه تقلید از متجزی جایز نیست و نقد بر این استدلال اگر عمری باشه جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.